سلام بچه، چطورید؟ امرو اومدیم با عمو گست پخت و پس کنیم و امروی قرمه سبزی خفن بپزیم. آقا عشقای امیر، پخت و پس بشینید ببینید، خوراکیاتونم بیارید بخورید عشق کنید. با یارم میخوام بزنم. ای دن سرویس، منو زدی؟ زلن جوری میپزمتون. اوه گست داداش، بد جوری سوزوندیش، ادویه بزن بنازم. اینم پخت، بنازم. قرمه سبزی داره کم کم خوشمزه میشه. یه آشپزی مولتی، رفتیم تو آشپزخانه مولتی داریم غذا میپزیم. بودو بینم باید بری تو مایتابه گست، برو تو مایتابه. تو املت هم نیستی، چه برسید به قرمه. بریم داریم قرمه رو خوب میپزیم. بنازم قرمه. آقا گست فکر کنم قبل جنگ و اینا سرآشپز بوده، ای داره پخت و پز میکنه. بابا بنازم. بزن مرد. وای چی منو زد؟ برو جزو قرمه باشد، قرار قرمه شید همه تون. قرمه سبزی مولتی دوست رفته تو آشپزخونه مولتی و داره پخت و پز میکنه. خب داریم پخت و پز میکنیم عشقای امیر. وقتش یکی خوب بپزم. گست ببین کی به درد قرمه سبزی میخوره. بنازم. قرمه سبزی خفن جور شد. بزن ماشالله گست. گست این بد سوخت، ادویه بزن. بنازم قرمه. داره خوب میپخه. پخت و پز داریم میکنیم با عمو گست. انگاری طرف قیمه زیاد دوست داره، خواهد تیم قرمه برنده نشه. اما قرمه درست نکنیم با گست. ولی داداش مالیدی، عشق داداش مالیدی، قرمه پاورجاست خطگیر. یه قرمه ای بپزم توش فقط پولو در بیاد در کی بخوره. ایمیر بینم زیقی بودو بینم داره دور وای بوم خورد. من نمیذارم جلو قرمه سبزی درست کردن منو گستو بگیرید. بودو بینم. برو بابا، قرمه سبزی پاورزاست. قیمتان بودو بینم. فقط قرمه سبزی و بادمجان بودو بینم. بودو چه قرمه سبزی. بچه تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.